خلاصه خبرهای جهان و تاجیکستان را در 15 دقیقه در برنامه اخبار آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 12 می است و در اول به سرخط موضوعات توجه کنید. دادستانی مرگ 8 افغانستانی را در نویه عینی تحقیق میکند. فوجیه 9 می در یکی از خانه‌های انگشت رخ داده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه برای پایان دادن به جنگ خواستار مذاکرات مستقیم با اوکراین شد. زلنسکی گفت برای ملاقات آماده است. و بازار هولبوب که 2 ماه قبل با دستور رئیس نویه واسه موقتا بسته شده بود بعد از اصلاح کمبودی‌ها به فعالیت آغاز کرد. دادستانی نویه عینی به تحقیق مرگ 8 افغانستانی در یک کانه انگشت شروع کرده است. در این باره یک منبع در خدمات نظارت در ساحه صنعت و کوهکاری 12 می به رادیو آزادی خبر داد. به گفته این منبع تنها بعد تحقیق دادستانی و معین شدن سبب‌های حادثه مقامات رسما مسئله را توضیح می‌دهند. رسانه‌های افغانستان خبر دادند که 8 ساکن ولایت دویکندی بر اثر ترکیش گاز در یک کانه انگشت در شمال تاجیکستان جان باختند. همکارم طوری سفر جزئیات این خبر را از رسانه‌های همسایه کشور پیدا کرد و قبل از برنامه در صحبت از او درباره جزئیات فوجیه سوال کرده. وبسایت هفته‌نامه معروف افغانستان با نام 8 صبح با نشر عکس‌های این 8 نفر نوشت که حادثه در یکی از کان‌های انگشت در ولایت سوخت رخ داده است. روزنامه اطلاع روز با نشر عکس‌های قربانیان نام آنها را هم آورده است که علامتی از درستی خبر درباره فوجیه است. به نوشته اطلاع روز فلاکت روز جمعه 9 می و در یک کانه انگشت سنگ در ناحیه عینی رخ داده است. به قول روزنامه سبب فوجیه و مرگ کانکن‌های افغان ترکش گاز در کانه انگشت بوده است. اطلاع روز می نویسد که جسدهای این افراد صبح شنبه 10 می به افغانستان برده شد و نیمه روزی به ولایت قندوز رسیده است. این منبع افزود که کارگران از اهل افغانستان برای یک شرکت پیمانکار افغانستانی کار می‌کردند. منبع اطلاع روز از مسئولین شرکت رئیس روح الله و تقی دلسوز نام برده و گفته است که آنها با یک زیر شرکت فراس همکاری دارند. از همکارم همچنین پرسیدم که نظر مقامات تاجیکستان و افغانستان و شرکت هایی که کارگران افغان را برای کار به کانه نویه عینی بردن چی هست؟ نه مسئولین شرکت پیمانکار و نه همکاران تاجیکستانیشان تا لحظه نشر این خبر هیچ چیزی درباره فلاکت نگفتند. در اداره حالتهای فوق‌العاده در ناحیه عینی رخ دادن چون این حادثه را به رادیو آزادی تصدیق نکردند. یک مسئول این اداره روز 11 می به رادیو آزادی گفت در حالت رخ دادن چون این حادثه ها نجات بخشان را باید دعوت کنند، ولی کسی به آنها در این باره خبر نداده است و حالا معلوم هم نیست که شهروندان افغانستان چگونه به تاجیکستان آمده بود و در کانه انگشت عینی به کار گرفته شدند. کانه مذکور یکی از کانهای کلانترین انگشت در شمال تاجیکستان است و رعایت نکردن معیارهای بی‌خطری در آن را سبب فلاکت و مرگ کانکنها می‌دانند. یا انگشتکنی خودسرانه هم در گذشته سبب مرگ کانکنها شده است. ماه ینور همین سال در کانه انگشت فانیاغرام عینی 3 کانکن بر اثر فرو ریختن کان به هلاکت رسیده بودند. تشکر همکارم طوری سفر درباره مرگ 8 انگشتکن افغانستانی در یکی از کانهای انگشت در ناحیه عینی در تاجیکستان صحبت میکرد. بینندگان گرامی، در صورت به دست آمدن شرح مقامات تاجیکستان و جزئیات دیگری فلاکت حتما شما را در جریان میگذاریم. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. ولادیمیر پوتین نیمه شب 11 می پیشنهاد کرد که مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین از سر گرفته شود. پوتین خواستار آن شد که گفتگو از روز 15 می در شهر استانبول ترکیه آغاز گردد. در پاسخ رئیس جمهوری اوکراین گفت آماده است با ولادیمیر پوتین روبرو صحبت کند. گزارشی را درباره احتمال مذاکرات صلح اوکراین و روسیه از خبرگزاری رویترز همکارم خیرامان بقازاده تقدیم می‌کند. владимир зеленский раис ҷумҳурии украина ба пешниҳоди владимир путин президенти русия дар бораи музокироти мустақим барои поён додан ба ҷанг эҳтиёткорона посух дод. путин дар ин бора рӯзи шанбе зимни суханронии телевизионияш дар кремл ва бо гузашти беш аз 3 сол аз оғози ҷанг бар зидди украина суҳбат кард. доналд трамп президенти амрико ки мехоҳад ҳамчун раис ҷумҳурии сулҳҷӯ дар ёдҳо монад, пешниҳоди путинро
روز احتمالی بزرگ برای روسیه و اوکراین نامید. ترامپ برعکس رئیس جمهوری سابق جو بایدن از طلب خروج فوری نیروهای روسیه از اوکراین دست کشید و به هر دو جانب فشار آورد تا با آتشبس موقتی راضی شوند. زلنسکی و دیگر متفقان غربی به این پیشنهاد مخالفت کردند و گفتند که آتشبس به روسیه امکان می‌دهد که نیروهایش را برای حمله‌های میانبعده از نو جابجا کند، اما زیر فشار آمریکا پیشنهاد آتشبس موقتی را قبول کردند. رهبر اوکراین گفت این علامت مثبت آن است که روس‌ها بالاخره امکان ختم جنگ را بررسی می‌کنند، اما قدم اول برای ختم همه گونه جنگ آتشبس است، گفت او. ما به آن توجه خواهیم کرد که چی طور می شود امنیت واقعی و پایدار را تامین کرد و کفالت آن را داد. روز شنبه زلنسکی و دیگر رهبران اتحادیه اروپا اظهار کردند که از آتشبس 30 روزه که قدم اول است پشتیبانی میکنند. پیشنهاد درباره آتشبس 30 روزه که حالا واضح بررسی می شود. این آتشبس بدون شرط برای 30 روز است. اما با قول پوتین همگونه آتشبس یک مسئله مذاکرات خواهد بود که به گفته او احتمالاً در آخر همین هفته در استانبول دایر می شود. پرزیدنت روسیه افزود که امکانی به موافقه رسیدن در ترکیه را درباره بعضی سازش‌ها و آتشبس نو از احتمال دور نمی‌داند، اما این قدم اول در راه صلح استوار خواهد بود، گفت او. پوتین گفت روسیه چند گزینه آتشبس را پیشنهاد کرده است، از جمله قطع حمله ها به انشاءات انرژی، آتشبس در عید پاک و اخیراً آتشبس 72 ساعته برای تجلیل از 80مین سالگرد پیروزی شوروی در جنگ دوم جهان. اما هیچ یک از اینها ثابت نبود و طرفها یکدیگر را در رعایت نکردن آتشبس متهم می‌کردند. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. مقامات در جنوب تاجیکستان اجازه دادند تا یکی از کلانترین بازارها در ناحیه ووسه دیگر باره به فعالیت آغاز کند. کار این بازار برای جای داشتن کمبودی ها متوقف شده بود. فعلا تاجران حق دارند هفته 2 مرتبه محصولات خود را به فروش برآورند. ساکنان میگویند برای نسبتاً ارزانتر بودن نرخ مال به این بازار می آیند. محمود جان رحمتزاده در همین باره گزارش میدهد. بازار هولبوک ناحیه ووسه که 2 ماه قبل با دستور رئیس ولایت موقتا بسته شده بود، پس از اصلاح کمبودی ها دوباره به فعالیت آغاز کرد. مقامات بازار میگویند که بعد از رفع نارسایی های موجوده از حکومت اجازت فعالیت را دوباره دریافت نمودند. حالا به تاجران اجازه داده شده است که در روزهای دوشنبه و جمعه محصولات خود را به فروش برآورند. بازار هولبوک همه بازارش، چی لباسه باشد، چی خوراک باشد، چی مال بازارش، از این پس هم روزی دوشنبه کار میکند، هم روزی جمعه. مسئولان بازار به حکومت محلی طرح نوی بازسازی بازار را پیشنهاد کردند. بنابر آن ماشین های بارکش باید در داخل بازار جایگیر کرده شوند. این اقدام به مقصد تامین ترتیبات و بخطری حرکت در اطراف بازار عملی میگردد. رئیس ناحیه ووسه جمشید شریفزاده نیز دستور داده است که بازار به شکل دائمی فعال گردد تا برای تاجران و اهالی امکانات های بیشتر فراهم آورده شود. درکتری بازار که همین بازار دائمی که گفتم که همین کار شود. بعضی آدمای هستند که تا همین بازار ما روز جمعه، روز شنبه بازار یا بازار دیگر رفتن نمیتونن. خیلی آدما هم هستند. بازار هولبوک یکی از کلانترین بازارهای ناحیه ووسه به حساب می رود و در میان مردم به نام جمعه بازار مشهور است. آن در کنار شاهراه دوشنبه کلاب خاروق و راه آهن جایگیر بوده هر هفته تا 400 تاجر در آن به فروش مشغول می شوند. ساکنان محلی میگویند که نرخ و نواد در این بازار نسبت به دیگر بازارها ارزان تر است. فروشندگان و مسئولین بازار تاکید دارند که منبع تمام قاعده ها را جدا رعایت خواهند کرد
تا بازار تواند پیوسته و بدون خلل فعالیت نماید. حالا با باز شدن بازار صدها تاجر دوباره به دکانهای خود برگشتند. برنامه را ادامه میدیم. روسیه و قزاقستان روی خط افرادی ممنوع الورود برای شهروندان همدیگر را آماده کردند. به نوشته خبرگزاری دویچی ویله وجود روی خط بعد راه نیافتن تاریخ نگار روس اندری گروزنی به قزاقستان آشکار شد. سبب گویا انتقاد تاریخ نگار از پرزیدنت قزاقستان بوده است. برای خط شخصانی ممنوع الورود کی وارد شده است و درباره آنها چی اطلاعی هست؟ زرنگز نوروز شو گزارشی نسته شیوری مرا در همین باره پیشنهاد شما میکند. آخرین مهمه باید در آستانه بخشیده به روابط روسیه و قزاقستان چند چاره‌بینی برگزار میشد. تاریخ‌نگار و سیاستشناس روس و تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی اندری گروزین هم دعوت شده بود. او با مصاحبه‌های خود در رسانه‌های تبلیغاتی روسیه و استفاده عباره‌های چون رفیقان نگران از ارزش‌های ملی قزاق و اوکرایناسازی قزاقستان شناخته است. گروزین را به پایتخت قزاقستان راه ندادند و اعلام کردند که او در روی خط شخصانی ورودشان به کشور ممنوع است. Видимо, позиционирующий себя историком господин Грозин. ظاهراً جناب گروزنی که خود را تاریخ نگار معرفی می‌کند، اظهارات بدنام‌ساز خود را درباره توقیف که گویا در دوره رهبری او به اصطلاح ملت‌گراهای مایل به لیگیان ترکستان به سر قدرت آمدن فراموش کرده است. یا خاطرش مشکل دارد و سخن‌های توهین آمیز عاید قزاق‌ها را یاد ندارد. او بیشرمانه گفته است که از نگاه ایدئولوژی قزاقستان با اوکراینی سال 2014 نزدیک شده است. اگر او فراموش کرده است ما در خاطر داریم. Если он забыл, то у нас помнит. بنابر نوشته خبرگزاری دویچه ویله در روی خط افراد نامطلوب قزاقستان نامی تینا کاندیلاکی، تیگرن کیوسانیان، الکساندر دوگین، سیاستشناس نیکیتا مینتکوویچ، وکیل دومای دولتی евгений فیدوروف، سیاستشناس ویچسلاف نیکونوف و پیوتر تالستوی آورده شده است. یعنی آنهایی که درباره قزاقستان یا مردم قزاق نظری منفی بیان کردند. وجود چنین فهرست را مقامات قزاق رسما تصدیق نمودند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه گفته بود که این تجربه جهانی است. سیاستشناس گازیز ابیشف میگوید در سالهای اخیر روابط بین روسیه و قزاقستان به طور چشمرس سرد شده است. دو طرف مرز گروهی از کارشناسان به این فکر هستند که روسیه و قزاقستان حالا دوره سردی روابط در سطح بیروکراتی را از سر می‌گذرانند. یعنی در سطح سیاسی مناسبت پوتین و توقیف شاید مثل پیش خوب باشد، ولی تغییرات دموگرافی در هر دو کشور و تغییر ایده‌ها سبب شده که روابط گرم و نزدیکی که پیش بین دولت‌ها بود سرد شده است. Контакт и та теплота, которая была между государственными аппаратами, существенно остыла. با گفته منبع دویچه ویله، روسیه هم در نسبت شهروندان قزاقستان از چاره‌های همسان کار می‌گیرد. ورود دو وکیل پارلمان که یکی حکومت روسیه را پیوسته تنقید و دیگری از اوکراین پشتیبانی می‌کرد به مسکو منع شده است. در فهرست روسیه نام سیاستشناسان قزاق دسیم سدپایف و دیماش الجانوف، فعالان مختار تایجان و توگجان کوجالی آورده شده است. کوجالی گفت سبب منع بودن ورودش به روسیه را می‌داند. اولا اینکه ما به نزد ساکاشویلی به اوکراین رفتیم. ساکاشویلی شخصی نیست که روسیه از او استقبال کند. سبب دوم البته تشکیل کمک گومانیتاری برای اوکراین است. باز من با کیوسیان پاسخ دادم که ما برادر نه، همسایه هستیم. این نوار بیش از 1 میلیون بیننده داشت و از روسیه پیام‌های زیادی غیر دوستانه گرفتم. رولик был больше миллиона просмотров. منبع دویچه ویله خبر داده است که روی خط شخصانی ممنوع الورود قزاقستان کلان است و آن فقط از روسیگی‌ها عبارت نیست. فهرست را وزارت کارهای خارجه و داخله و در اساس بیان اظهارات منفی درباره قزاقستان تهیه کردند. همچنین به روسیه در برابر سیاستمداران و چهره‌های رسانه‌ای اکثرا مورخان قزاق را همراه نمی‌دهند. شخصانی که در روی خط هستند در آخرین لحظه هنگام گذشتن از مرز از این آگاه می‌شوند. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان نشر نوبتی برنامه. سپاس که ما را همراهی کردید. اما خبرهای از این بیشتر چون همیشه شما از آن میتوانید در سامانه azadi.org و همین گونه در صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس پیدا کنید. ما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید. وقت و نگهبانی هر یک شما.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.